آقای دکتر، یه سوالی که خیلی پرتکراره و یه مقدار چالش داریم با این موضوع، اینکه تفاوت جراح پلاستیک فوق تخصص جراحی پلاستیک با جراح عمومی توی چی هست؟ دکتر جلال معتمدی فرد. جراحی پلاستیک یک رشته تخصصی نیست، رشته فوق تخصصی هست. بابت اون شما باید ابتدا دوره عمومی رو تموم کنید، بعد از اون جراح عمومی بشید و بعد از جراح عمومی 4 سال مجددا شما ادامه تحصیل بدید و بشید فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی. در حال حاضر تو ایران تعداد جراحان فوق تخصص پلاستیک حدود 400 نفر هست. ما تو مشهد حدود 12-13 نفر از همکارمون هستن که فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی هستن. برای اینکه بدونید واقعا چه کسی جراح فوق تخصص پلاستیک و زیبایی هست، میتونید مراجعه کنید به سایت انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران. و توصیه هم که من دارم، خواهش میکنم از زیباییان عزیز قبل از انجام هر عمل جراحی زیبایی و پلاستیک مراجعه کنن، سرچ کنن و واقعا به هر جراحی نگن جراحی پلاستیک. جراحی پلاستیک رشته فوق تخصصی هست. این حتما مد نظرتون قرار بدید.